آج صاحبای محترمی که از جمرات خلاص شدیم، خلاص شدن و ما کسا که خلاص شدیم حال حرکت میکنیم به طرف قربانگاه. آج صاحبای محترم طرف قربانگاه میریم بخیر. اینجا ما شما حدی خود ذبح میکنیم و حاج صاحبای محترمی که ذبح نکردن و یا کس را وکیل گرفتن، ان شاء الله تعالی اونا توسط وکیلایشان ذبح صورت میگیره و بعد از اینکه اونا برشان خبر داد، بر از اونا تلفنی بگوین که ما از جمرات خلاص شدیم که اونا ذبح بکنن. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گویم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. ما شما بریم به طرف سلمانی هایی که سرهای خود آبی بیاجی ها کم میکنن و آجی صاحبا میتونن که یا کم بکنن و یا هم تراش بکنن. آجی صاحبای محترم، بعد از اینکه سرهایتان تراش کردین و از این چیزا خلاص شدین، آله آجی صاحبای محترم حرکت میکنیم و میریم به طرف مسجد الحرام. بعد از این ان شاء الله تعالی امروز روز اول عید، بعد از حلق که سرای خدا حلق یا قصر کردیم، آل بخیر آجی صاحبا حرکت میکنن به طرف مسجد الحرام و در اونجا ان شاء الله تعالی ما و شما طواف فرضی خدا امروز انجام میدیم. اعدای طواف فرضی و طواف فرضی که ای هم دمی روز اول عید میشه، حالا شما ما حرکت میکنیم ما و شما طواف فرضی که است، طبعا لباسای خدا ما و شما میکشیم و لباسای عادی خودم میپوشیم، احراما را دور میکنیم و لباسای عادی را میپوشیم و با لباسای عادی طواف فرضی صورت میگیره. در طواف فرضی مثل که ما و شما برای عمره طواف کرده بودیم، از اینمی قسمتی که چراغ آبی هست، از قسمت چراغ آبی که مقابل حجر الاسود است، چون بیروبار زیاد است حاج صاحبای محترم در طواف فرضی، از این خاطر ما نمیتونیم که مثلا به حجر الاسود بسیار مشکل است کس برسه، از این خاطر امی گروپ در نظر بگیرین. از اینمی چراغ سبز شروع میکنیم ان شاء الله تعالی 7 شوط بخیر طواف میکنیم و عمو قسم طواف میکنیم مثل که ما و شما طواف برای عمره کرده بودیم. بعد از اینکه طواف ما خلاص شد، بعد از او در هر جایی که امکاناتش بود 2 رکعت نماز میخوانیم، هر جایی که امکاناتش بود 2 رکعت نماز میخوانیم و باز بعد از او حرکت میکنیم میریم برای سعی بین صفا و مروه. سعی بین صفا و مروه مثل که قبلا ما خدمت شما تشریح کردم، از کوه صفا شروع میشه و 7 شوط ما و شما بین صفا و مروه چی میکنیم؟ سعی میشه. بعد از اینکه خلاص شد دیگه در 7م مرتبه که در مروه رسیدیم، بعد از او دیگه اینمی سعی که ما کردیم، این سعی هم به نزد احناف، علمای احناف ای واجب است و به نزد جمهور علما که است ای فرض است. بعد از اینکه ای 2 فرض ختم شد، بعد از این ما و شما حرکت میکنیم. پس حق نداریم به هتل بریم روز اول، میریم کل ما به طرف منا. پس دمو خیمه ما که در منا بود اینجا شب تیر میکنیم و فردا که روز دوم عید است میم جمرات هم میزنیم. باز روز دوم 2 جمره زده میشه منتها بعد از ساعت 12 بجه. بعد از حاجی صاحبای محترم پس میم در منا همینجا می باشیم دمی خیمه خود. باز روز سوم باز 3 جمره زده میشه روز سوم و باز میم پس به منا و اینجا اگر کس
خواسته باشه که روز بعدیش هم بزنه ثواب داره او را هم بکنه و اگر کس نمیتونه امی جمره را که خلاص کرد پس میره حرکت میکنه به هتل خود میره باز او را هم میتونه. اینی شد آجی صاحبا این قسم جمرات زده میشه. منتها فکرتان باشه که جمرات روز دوم و روز سوم و روز چهارم که است اینا بعد از ظهر بعد از اینکه زوال میشه قبل از او حق نداریم که جمره را تا بزنیم. بعد از زوال جمرات زده میشه و حرکت میکنیم. بعد از او دیگه میایم به هتل و در هتل چند روز اینجا می باشیم به شکل عادی و تا وقتی که حرکت ما و شما کسای آجی صاحبایی که قبلا به مدینه منوره رفتن اونا برشان اعلان میشه که حرکت میکنن میرن به طرف جده. قبل از رفتن به جده باز طواف وداع میکنن و آجی صاحبایی که به مدینه منوره نرفتن ما و شما نرفتیم. از این خاطر ما و شما روزی که اعلان میشه که به مدینه منوره میریم باز طواف وداع میکنیم و با طواف وداع حج ما و شما خلاص میشه و رفتن به مدینه منوره شروع میشه و نیت ما این باشه که ما به زیارت مسجد نبوی میریم و در اونجا نمازها را میخوانیم و به مسجد قبا میریم اونجا هم نماز میخوانیم و اگر نیت خود جور میکنیم که ما به نیت خواندن نماز در مسجد نبوی میریم. حاجی صاحبای محترم اینمی قسمتی بود که باز حج ما و شما در اینجا ختم میشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحیم. آجی صاحبای محترم امروز ما و شما بخیر میریم به طرف اول به طرف غار ثور میریم و آجی صاحبای محترم یکی از قصه هایی که در اینجا هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقت مردم دعوت کرد به طرف اسلام بالاخره دشمنای اسلام مشرکین چون وقتی که دلیل نداشتن به این خاطر از خشونت کار گرفتن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌خواستن به شهادت برسانن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با همراهی بهترین دوستش که فکر کرد که آله که برای ما حمله میشه بهترین دوست و کسی که میتونه همراه ازی باشه تا مدینه منوره بالاخره ابوبکر صدیق بهترین دوستش بودی را اختیار کرد و رفتن به غار ثور و در غار ثور اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به امرای ابوبکر صدیق در غار ماندن و بالاخره باز به روز بعد از او وقتی که فرصت پیدا کردن مشرکین کم راهشان دیگر طرف میرفتن اینا رو جستجو میکردن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شکل از اشکال از غار ثور رفتن بالاخره به طرف مدینه منوره. آقای صاحبای محترم متوجه باشین که یکی از مشکلاتی که وجود داره این است که امروز وقتی که ما و شما به اینجا میریم این صرف به خاطر ازی است که ما و شما بعضی از اماکن میبینیم و از درس‌های تاریخی از او استفاده میکنیم لکن رفتن به غار ثور و بودن در غار ثور این کدام عبادت خاصی نداره. به همین خاطر آقای صاحبای محترم ما متوجه باشیم که وقتی که اینجا میریم فقط به خاطر ازی است که ما شما چند روز در اینجا هستیم تا که بخیر حرکت کنیم و بریم به طرف خانه های خود سفر بکنیم. از این خاطر بعضی از مناطق که هستیده ما دیدن میکنیم لکن دیدن از این مناطق اما تا یک شکل دیدن است و رفتن به اینجا کدام اجر یا پاداش یا ثواب یا عبادت نیست. آجی صاحبای محترم اونو بالا رو شما سهل میکنید اونو بغل کور مردمایی که خطایی که سفید معلوم میشه انصار ها هستن و اینا میرن به طرف امو غار ثور. رفتن به غار ثور مثل که پیشتر خدمتتان عرض کردم این کدام عبادت نیست و در جمله احکام و
مراسم حج شامل نیست. کسایی که اینجا میرن متاسفانه بعضی کسا بعضی بدعت ها را میکنن، از اوقا را بوسه میکنن، یا در اونجا مثلا میرن 2 رکعت نماز میخوانیم، یا مثلا میگن اونجا میریم که ما برکتی شویم، یا ما اونجا میریم که ثواب داره. اینی کلش در بدعت ها داخل میشه. به این خاطر آقای صاحبای محترم ضرور نیست که حتما اونجا باید آقای صاحبا برن. اگر کس میخواد بره ببینه یا سیل بکنه، لکن به این نیته که او کدام عبادت خاص نداره و بالا شدن در اونجا هم کدام ثواب اجر نداره، و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگفته که شما برین غار ثور ببینین یا در اونجا عبادت است. یا کسایی که سنگای ازور میگیرن از سنگای ازور بوسه میکنن یا سنگای ازور میگیرن در جیب خود همراه خود وطن خود میبرن، این کلش شامل بدعت ها میشه که ما و شما میدونیم که بدعت ها چی است؟ گمراهی و دلالت است. از این خاطر آقای صاحبای محترم ما و شما اونو جای را دیدیم، ضرورت به بالا شدن نیست، و به خصوص که آجایی که اونجا میرن ما و شما کوشش کنیم وقت خود در چیز سپری بکنیم که او عبادت باشد. آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها. الله 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 الله. آقای صاحبای محترم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای صاحبای محترم امروز بخیر ما و شما حرکت میکنیم و میریم به طرف غار حرا، و اینی سرک که شما میبینید که ما و شما در حرکت هستیم. اینی سرک است که میره به طرف جبل النور، و اینی کوی که در مقابل شما معلوم میشه، اینی حاجی صاحبا را سیل کنیم. اون در مفسر کو اگر شما از دور ببینین سفید مردم معلوم میشن که بالای کو در حرکت هستن، و اکثرا حاجی صاحبا در روزه که فرصت می داشته باشن میرن به غار حرا برن. اصلا از نگاه احکام یا فرایض، واجبات، سنت ها و مستحبات در حج چیز نامده که مثلا اگر کس غار حرا بره کدام ثوابی داره و یا کدام فرض است یا واجب است یا سنت است یا مستحب است. در حقیقت این چیزا وجود نداره. خب مردم مثل که در اماکنی که تاریخی هستن میرن و جای تاریخی رو سیل میکنن و بعض جای‌ها را دیدن میکنن. ما و شما میریم این قسمت ها را میبینیم و امو واقعاتی که اینجا شده درباره از او صحبت میکنیم. البته در نیت ما این است که ما را به خاطر کدام فرض یا واجب یا سنت یا مستحب انجام نمیدیم، بلکه میریم فقط ببینیم امی اماکن امو جایهای تاریخی را و چیزایی که شده را سیل میکنیم. حاجی صاحبای محترم اینی قسمت حاجی صاحبای محترم راهی است که بالا میشیم به طرف غار حرا. غار حرا البته این جبل نور میگن که چون در امی جبل نور یا دیکو چی هست غار حرا هست، و غار حرا جایی است که بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی نازل شد و آیت شریف اولی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت خود به این منطقه می آمدن و در غار حرا چندین شب می بودن و فکر میکردن و تدبر میکردن درباره مخلوقات الله، درباره ازی که انسان ها چرا به این بدبختی ها گرفتار هستند، تا اینکه جبریل پیش آمد و سرش وحی نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آقای صاحبای محترم ما در داخل اینجا که هستیم حرکت میکنیم. این سنگا بسیار سنگای زیاد است و در داخل سنگا متاسسا پیش میریم تا که البته غار حرا پیش از دیگه ما متاسسا میریم. اینی قسمت های که تیر شدن بسیار سخت است، باشن که آستا خدا پیش کرده بریم تا ای که دمی پیش چیز برسیم. و از این معلوم میشه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در اینجا می آمد بسیار سختی ها را تحمل میکرد تا خدا بالاخره در اینجا میرساند و در اینجا تفکر میکرد. میریم پیشتر کمی. این آقای صاحبای محترم ما و شما به نزدیک شدیم به غار حرا. پیش میریم یک کمی دیگه هم
شما ابراهیم با باشین. آهسته آهسته میریم داخل. الحمدلله این حاجی صاحبای محترم ما شما رسیدیم. اینی دان غار حرا هست که مردم در اینجا میره. متاسفانه چون بعضی مردم میان اینجا بعضی از بدعت ها را میکنن اینجا، سنگا را ماش میکنن یا اینجا نکدام نماز اینجا گفته شده که خوانده شود، یعنی چیز دیگر احکام خاص نیست دیگه که چیز شود. خصوصا بوسیدن سنگ و ایگه پا اینجا مشروعیت نداره، فقط دیدن شود و این جایی است که بالای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی نازل شده. ولی آنچه که ما و شما مکلفیت داریم مسئله جایی نیست که نازل شده. آنچه که برای ما و شما نازل شده و برای ما و شما باقی مانده و ما مکلف هستیم و قرآن عظیم الشان است. ما و شما وظیفه داریم که امو عمل به قرآن بکنیم و این کارهایی که بعضی دوستا میکنن که ماش میکنن و سر خودم میمانن، این کارهای نادرست است. به هر صورت دوستای عزیز در همینجا رسول اکرم صلی الله علیه و آمده و در همینجا چندین وقت می بودن تا ای که امین آسمان که جبریل امین علیه السلام است میان و در اینجا بالای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی نازل میشه و برش میگه که اقرا بخوان و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه من خواندن نمیتونم. جبریل به اساس حکم الله میگه، چون الله وقتی که یک کس رو بخواد که عالم جهان بسازه نیازی به مکتب و مدرسه و پانتون نداره، پس معلمی مثل جبریل برش روان میکنه و کتاب روان میکنه و وحی نازل میکنه و با به شکل او یک عالم بزرگ میشه. پس جبریل علیه السلام به اساس حکم الله برش میگفت که بخوان، چون الله ما فوق اسباب است و حتی یک انسانی که هیچ تعلیم نکرده باشه او را عالم بزرگ میسازه. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اصحاب دنیایی میگفت که ما خوانده نمیتونم. به هر صورت بالاخره برش گفت که اقرا بسم ربک الذی خلق. چند مرتبه در آغوش خود خوب فشار داد و گفت که بخوان به نام پروردگارت که تو را خلق کرده. و همینجا هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شروع به قرائت میکنه و این قسم است که بالاخره با نزول وحی از امیر روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من حیث معلم بشریت بر بشریت معرفی میشه و الحمدلله تا امروز ما تمام ما شاگردای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم. دوستان عزیز پس حرکت میکنیم میریم به طرف پایان و امی سفر ما به این منطقه ختم شد. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبت الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گیریم. آقای صاحبای محترم، حال فعلا محترم ما و شما در حرکت از به طرف سایه عرفات. ما و شما میریم به طرف سایه عرفات و این ساحر هم به شکل مجموعی کل ما و شما میریم دیدن میکنیم تا که حاج صاحبای محترم اینجا را بلد شوند و بعضی احکام را براتون میگیم و بعضی از اشتباهاتی که در اینجا میشه ایره هم خدمت شما عرض میکنیم. جاهایی که البته در ساحه عرفات است و در دیگر جاها که براتون نشان داده میشه یا خود ما و شما میریم و یا از طریق ویدیوها خدمت شما تقدیم میشه که معلومات خوبی داشته باشین، خصوصا در مورد بدعت هایی که متاسفانه در حج صورت میگیرد. به این خاطر آقای صاحبای محترم مطلع باشن تا که خدای ناخواسته به یکی از این بدعت ها مبتلا نشن. واریم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، که غریبی یم او که خوار یم پاک خدایا، داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا، داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا. یم خوشحال چې د پیدا ز مسلمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم، امتی
امتی د پاک نبی آخر زمانیم زرزا در نبار باریم پاک خدایا داستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا داستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا کا غریبی ما کا خواریم پاک. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ایدری ایدر علی ایدری. حاجی صاحب کجاست؟ اینجا جبل رحمت. جبل رحمت است. خب برای ذکر رحمت خداوند اینجا نازل میشه. در روز عرفات باید ما شما هر چی مناجات دعا بگین امان اینجا بکنید. اینجا بکنید بسیار. حاجی صاحب شما خدمت کنید. محمد یونس اسمتی. از کجا هستید؟ عبدالله من افشار دالم. خب از افغانستان هستید؟ بله. بسیار خوب. حاجی صاحب اینجا چی میگن؟ جبل رحمت سایه عرفات. سایه عرفات. سایه عرفات. دوباره خداوند متعال جل جلاله. بیا تو پیش بریم ببینیم که دیگه چه گپ هست. آقای صاحب شما نامتون چی هستن؟ سید توکل شما. سید توکل از افغانستان. از افغانستان از ولایت لوگر. یه جبل رحمت است. سایه عرفات. سایه عرفات است. تشکر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف حالك؟ أنا تركيا. How are you? Kandaksız. اسم نيم. تركيا. داوود تورك. نعم نيم. داوود تورك. داوود تورك. أهلا وسهلا. هنا جبل الرحمة. جبل الرحمة ساي عرفات. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعلیکم. क्या नाम है भाई साहब? عبدالله सर. अब्दुल्ला कहाँ के रहने वाले हो? पाकिस्तान. पाकिस्तान? जी. ये जगह क्या नाम है? रहमत जबल. जबल रहमत और ये सहारा अरफात है। जी जी. आप क्यों यहाँ आए हैं? अभी तक तो हज शुरू नहीं हो गए। अभी जियारत करते हैं और देखते हैं मरासिम के लिए। बहुत अच्छे से। نعم. What's your name? كيف حالك؟ حياك الله. الحمد لله. اسمي اخوك بالله عاطف ابراهيم حسن بياتسي من فلسطين. فلسطين اهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله. والله الحمد لله مشتاقين لاخواننا المسلمين في كل العالم ان شاء الله. حياك الله وجمعنا اين في هذا جبل المكان يا الرحمة. اخي؟ شنو اسم هذا المكان؟ هذا مسجد جبل الرحمة. جبل الرحمة. اي نعم. وهذه منطقة هاي عرفات. منطقة عرفات. منطقة ليش عرفات. يسمونها هذا بجبل الرحمة؟ والله تعالى اعلم انه هنا الرسول السلام كانت حجة الوداع. ايوه. له خطبة حجة الوداع في الحج الأخير للنبي عليه السلام، وهذه رحمات من رب العالمين. أنا نحن نأخذ بالاسم يعني ما نفوت بالأمور. نعم يعني إن شاء الله أي حاجة يأتي هنا ويصل الله سبحانه وتعالى يصل عليه رحمة إن شاء الله. في كل مكان وفي كل مكان أينما كنتم تسألوا الله. الله سبحانه وتعالى يقول اسألوني الله قريب منا وين ما كنا. الحمد لله. حياكم الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. من أين حضرتكم؟ أفغانستان. حياكم الله. إن شاء الله نصل من عندكم. كيف حالك؟ How are you? ما اسمك يا أخي؟ اسم نيم. أفلا ينظرون چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگرد خانه رحمان بگردیم رویم به کعبة الله خانه حق به ذکر و طاعت قرآن بگردیم چه خوش باشد طواف کنان به کعبه چشم گریان دل نالان بگردیم لبیک گوییم
کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم بکب. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی از مالزی هستم. کل مالزی؟ مالزی؟ کمر مالزی؟ حاجی از مالزی؟